الله با ما و شما در این ماه همکاری میکنه. این ماهی فتوحاته. دعا بکنیم الله متعال اسرائیل خاصی و اسرائیل زرگو را الله متعال در این ماه مبارک رمضان پوزه اون را به خواب بخور بمان و مظلومین فلسطین را از این حالت نجات نصیبشان بکنه. همونطوری که بار الها فتح و پیروزی را نصیب محمد امین صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان کرده. بار الها فتح و پیروزی را نصیب مجاهدین غزو فلسطین بگردان. بسیاری از قدمات بوده، بسیاری از جنگ‌های بوده، بسیاری از جهادهای بوده، بسیاری از مبارزه‌های بوده، فتوحات بزرگی در اسلام در این ماه مبارک رمضان صورت گرفته و رخ داد. جنگ حطین، آزادسازی بیت المقدس در سال 593 هجری قمری با واسطه صلاح الدین ایوبی مجاهد نستور مجاهد مبارز اسلام در همین ماه مبارک رمضان صورت گرفت. امیدواریم الله متعال دعای هر بنده ای که از بندگانش به نزد او مقبول است در این ماه مبارک رمضان دعا بکنند. امیدواریم الله متعال دعای از او را قبول بکنه. همین بیت المقدس و این غزه مبارکه را، این غزه عزت را الله متعال در این ماه مبارک رمضان آزاد بکنه. اون خانه ای که در اطراف اون عیسی ابن مریم و سلیمان و بسیاری انبیاء علیهم السلام در اونجا مدفون است. مدفن انبیاء علیهم السلام را الله متعال از لوز این اسرائیل خبیث، از لوز این مرداری، از این سگ پرستان الله متعال نجات نصیبش بگردانه و فتح و پیروزی نصیب مجاهدین بگردانه. در این ماه فتوحات در جنگ حطین وقتی که عمادالدین زنگی در اونجا بالاخره که بعضی مناطق را فتح میکنه میگیره، بعد از عمادالدین زنگی نورالدین محمود زنگی رحمه الله تعالی حطین را فتح میکنه. این آرمان در دلش است که کی خانه قدس را، این قدس را بیت المقدسی که اونجا امامتگاه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوده، جایی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم در اونجا به عنوان مقتدا و امام ملا امام در اونجا پیش نماز شده و 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیه السلام در پشت سرش استاد شدن و در اونجا نماز را ادا کردن با جماعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم. اینجا نورالدین محمود زنگی رحمت الله علیه این آرمان را در دل داره که من این مرکز را و این خانه قدس را، این خانه مقدس پاکیزه را من از لوز این اسرائیلی ها و صهیونیست ها و بالاخره که سریب های خبیث من از چنین ها آزاد کردن نتونستم. این آرمان در دلش میماند. بعد از وفات اون صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه جانشین اون قرار میگیره و این آرمان را بجا میکنه. بسیاری از شهرها و قلعه‌های بزرگ فلسطین را فتح میکنه. طبریه، ناصره و قیصریه و بیروت و بسیاری جاها را فتح میکنه و بالاخره تا اینکه میبینه که کلانهای رهبرای سنی در خودی داخلی شهر بیت المقدس در اونجا جاگزین شدن. اطراف اون را بسیار محکم، بسیار با نیروی قوی دفاعی در اونجا شهر قدس شریف را محکم گرفتن. این خود را مرکز مجاهدین را جبل زیتون مرکز مجاهدین قرار میده. صلاح الدین ایوبی از اونجا تیر اندازی میکنه با منجنیق. اونجا سرای پیشرفته نبود، موشک نبود، اتم نبود، با منجنیق و فلخمون از اونجا بالاخره سرشان حملات انجام میده، حملات نظامی سرشان انجام میده که بالاخره در همین ماه مبارک رمضان الله متعال قوت و نیروی مجاهدین را زیاد میکنه و دین مجاهدین را، شجاعت مجاهدین را زیاد میکنه و رعب و ترسشان را در دل سریدی ها میاندازه. اونا آماده صلح میشن که بعد صلح بکنن، پیشنهاد صلح میکنن. صلاح الدین ایوبی با شرط اینکه هر مرد صلیبی باید 10 دینار و هر زن صلیبی باید 5 دینار و هر کودک صلیبی باید 2 دینار جزیه بدهند بعد این شهر قدس را رها بکنن وگرنه تمام ایشان را به خاک و خون میکشن و به مردارشان میکنن. ولی آخرین که با این تعهد، با این شرایط صلح صورت میگیره، صلیبی ها شهر بیت المقدس را ترک میکنه. حتی به این حالتی که صلیبی ها ظلمه های علیه مسلمان ها انجام دادن، بسیاری مسلمان ها را شهید ساختن، به بسیار کارهای نادرستی علیه مسلمان ها، تجاوزات نادرستی علیه مسلمان ها کردن. ولی باز هم زنانی صلیبی، زنان رهبرانشان وقتی که میآیند به نزد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه میگن که ای سلطان ما را آزاد کردی ولی شوهرای ما به نزد تو اسیر است، اونها را هم آزاد کن. اطفال ما بعضی هایی به نزد تو اسیر است، اونها را آزاد کن. ما بدون از اونها زندگی کردن نمیتونیم. اونها را با دل مهربان ببین. مجاهدین اسلام، مجاهدین واقعی چقدر مهربانی دارن، عفو عمومی اعلان میکنن، اونها را آزاد میکنن شوهرایشان. ولی متاسفانه امروز ما و شما میبینیم چه کشورهای غربی
هر دیپلماسی که دارن، هر پالیسی که دارن علیه کشورهای اسلامی، چه خودشان چه نماینده هایشان، و هر جایی که هدف قرار میدن، اول خانه ای که در اونجا اطفال و زنان مسلمان زندگی میکنن اونجا رو مورد هدفی پهپادهای جنگنده خود قرار میدن. این اصلا پالیسی غرب، این پالیسی دشمن است، این پالیسی غربی است، تا اینکه از طفل ما گرفته، از زن ما گرفته، از موسیقی ما گرفته، از جوان ما گرفته، از همه نسل مسلمان ها گرفته، باید اونها نسل کشی در اسلام را ایجاد بکنن. اگر خودشان مستقیم توانستن یا نماینده‌هایی که در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی داشتن، واسطه اونها فقط کوشش میکنن تا اینکه ریشه اسلام را از بین ببرن. این مهربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه، این مهربانی سلطان صلاح الدین ایوبی در فتح بیت المقدس، در آزادسازی قدس شریف را ببینید. و این حالاتی که امروز اسرائیل خبیث علیه غزه عزه، علیه فلسطین مبارکه در اونجا انجام میدن، در سرزمین‌های اشغالی امروز کارهایی که انجام میدن، این حالت اونها را ببینید. همه شما با رسانه‌ها دسترسی دارید، همه شما با اینترنت دسترسی دارید، همه شما با فیسبوک دسترسی دارید، همه چیز را امروز مسلمان‌ها با چشم سر می‌بینند. این حالتی که امروز علیه مسلمان‌ها آمد، دعا بکنیم الله متعال فتح و پیروزی را نصیب همه مجاهدین در هر سرزمینی که مجاهدین اسلام در حالت مبارزه قرار دارند. اگر پاکستان در واقع نماینده امریکاست و علیه کشور اسلامی و علیه نظام اسلامی ما به خاطر سرکوبی نظام اسلامی، به خاطر حمایت از امریکا با نمایندگی از امریکا و قلدران غربی، با ما اگر می‌جنگند دعا بکنید الله متعال مجاهدین را در این ماه مبارک رمضان فتح و پیروزی نصیب بکنه و در این ماه مبارک رمضان فتح اسلام آباد را با چشم سر ببینید. این فتوحات در تمام عرصه‌های تاریخ در ماه مبارک رمضان بهترین فتوحات نصیب مسلمان‌ها شده. اندریه زمانی که رومی‌ها سوء استفاده می‌کردند، اندریه یک شهری در روم قدیم می‌خواست پادشاهی آنها تیوفیل فرزند میخائیل می‌خواست که وقتی که مسلمان‌ها دیدن که در آذربایجان در حالت مبارزه و فتوحات قرار دارن، جنگ قرار دارن، می‌خواست که سوء استفاده بکنه، از اینجا حمله کرد. 100,000 لشکری را در اونجا با دندان مسلح اونها را آماده کرد، علیه مسلمانان کشورهای اسلامی حمله کرد. ولی بسیاری مسلمان‌ها را، اطفال مسلمان‌ها شهید ساخت، زنان مسلمان‌ها شهید ساخت، زنان مسلمان‌ها هزیم کرد، موسیقی‌دار را کشت، و خردسالا و کهنسالا و جوانان بسیار زیاد کشت، شهید ساخت. و بالآخر این که یک زنی از همان سرزمین روم از بین اسیران صدا میزنه که وا معتصما، وا معتصما. این صدای این را کسی به معتصم بالله پادشاه خلیفه عباسی میرساند. وقتی به مجرد که این آواز به او میرسه لبیک میگه، 100,000 لشکری را حرکت میده به طرف شهرهای روم. از مردم پرسان میکنه که بهترین قلعه، مستحکم‌ترین قلعه رومی‌ها کجاست؟ میگن در عنبریه است. از قسطنطنیه که عنبریه به نزد رومی‌ها خیلی ارزش داشت. در اونجا حمله میکنه. در سال 223 هجری قمری در همین ماه مبارک رمضان عنبریه را فتح کرد. حتی منجمان و فالبینانی که در اون زمان وجود داشتن گفتن عنبریه به این زودی فتح نشه. میخواستن که سلطان اسلام را، معتصم بالله را، خلیفه عباسی را میخوان که روحی این را ضعیف بسازن. گفتن عنبریه زمانی که انجیر و انگور برسد، فصل انگور باشه و فصل انجیر باشه، در اون فصل اگر شما حمله کنید باز میتونید عنبریه را فتح کنید. گفت نخیر، این چیز ما رو روحی ما را ضعیف نمیکنن. مجاهدین را تشویق میکنن، ترغیب میکنن. علما، شیوخ و رهبران دانشمندان اسلامی در اونجا سهم داشتن. در بسیاری از خدمات مجاهدین را تشویق میکردن، روحی میدارن، ترغیب میکردن مجاهدین را که حرکت بکنید به خاطر فتح عنبریه و میزنن تا اینکه قلعه عنبریه را نابود بسازن و بالاخره که فتح نصیب مسلمان‌ها میشه. فتح عین جالوت در اونجا که از جنگ مغول‌ها مصر و شام نجات پیدا میکنه در ماه مبارک رمضان صورت میگیره به واسطه الملک المظفر قدس که در اونجا ندای ما اسلامان را سر میدهد و همه مسلمان‌ها و مجاهدین اسلام در اونجا حرکت میکنن. در اونجا نفیر هام ایران میشه، مسلمان‌ها حفاظت میکنن، حرکت میکنن در مقابل مغول‌ها. بالاخره مغول‌ها را، رهبر مغول‌ها را در اونجا مردار میکنن تا اینکه فتح و پیروزی نصیب مسلمان‌ها میشه و نمیتونن که مصر و شام را به مغول‌ها تصرف کنن. بسیاری از فتوحات حتی اندلس